الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، برادر سوال نمودند که آیا پوشیدن انگشترین به انگشت برای مردها جایز است یا نیست؟ البته پوشیدن انگشت برای یا که گذاشتن انگشت برای مرد و زن جایز است، اما شرط و شروط خود را دارد. اولا میگیم برای زن تمام نمودی انگشترین گذاشتنش به انگشتش جایز است، خواه طلا باشد، خواه نقره باشد و غیره. البته برای مرد پوشیدن انگشترین یا که به دست به انگشت گرفتن انگشترین یکی طلا هست حرام است، چخیلی که در سنن و مسند آمده است. امام ترمذی و غیر روایت میکنند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند هذانی، یا که هذا در روایت های هذانی آمده است، این دو چیز حرام علی ذکور امتی، برای مردهای امتی من حرام است. دو چیز برای مردهای امتی من حرام است، یکیش طلا، یکیش ابریشم، شلک، حریر میگند. اما حل لنسائهم، اما حلال برای زنها است. یعنی برای زنها شلکوی لباس ها پوشتن، ابریشمی و از طلا حلقه کردن و گردن و ویزون کردن و یا که انگشتری انداختن جایز است. اما برای مرد حرام است، برای مرد حرام است. اما انگشترینی که از نقره باشد به دست گرفتن جایز است و باکی ندارد. اما آیا حکمی گرفتن انگشترین، انداختن انگشترین به دست سنت است یا نیست؟ البته این را علما میگویند که این سنت نیست، چرا که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای حاجت گرفته بودند، همچون ختم، همچون پیچت استفاده میبردند. اما خیلی که در شمائل رسول الله می آید، هر کسی که خود را به خاطر به رسول الله نزدیک کردن، مانند کردن می اندازد، البته ثواب و اجر می گیرد. و این انگشترین باید به کجا گذاشته شود؟ به کدام انگشت؟ انگشتی از همه خردی که خنسیر میگند، البنسر و الخنسر، یعنی از همه انگشترین خردی که در انسان هست، انگشتی کوچک به همین گذاشتن، انگشتی در آخر بوده و بعد از انگشتی که بعد از اشاره سبابه آمده است، الابهام و السبابه، سومین انگشت. پس به دو همون انگشت گذاشتن جایز است، خواه به طرف دست چپ باشد، خواه به طرف دست راست، چرا که در سنت ثابت شده است که هم به دست چپ هم به دست راست انگشترین گذاشته شده. خیلی که ابن حجر اسقلانی در کتاب فتح الباری ذکر میکنند به هر دو دست هم گذاشتن انگشترین جایز است. اما دو انگشتی که رسول الله گذاشتند، انگشت سومی و انگشت آخرین میده کوچک. بارک الله فیکم.